مسابقه جمهوریوی اوشو در تالار ورزشی فیروز دایر شد. در مسابقه 200 نفر ورزشکاران از شهر دوشنبه، ناحیه‌های تابع مرکز، ولایت‌های سوخت و ختلان اشتراک داشتند. در این رقابت گلی محمد کنجیسو نورسان و جوانان ورزشکار با رقیبان خود قوه آزمایی کردند. از 200 نفر ورزشکاران 60 نفرشان دختران بودند. هر یک ورزشکار برای غالبیت کوشش میکرد. مقصد ما مربیان داوران این میباشد که باز نیست مهارت‌های بلندترین ورزشکاران رو دیده از آنها ارزنده‌هاشان را با مدال‌های طلایی مختلف برنجی سزاوار گردانیم. در مسابقه اوشوی نوی تولو 50 نفر جای یکم، 40 نفر جای دوم و 60 نفر جای سوم را غالب آمدند. غالبان با مدال‌های طلا، نقره برنجی و دیپلم مسابقه سرفراز گردیدند. در قسمت دیگر هنوز مسابقه ادامه می‌کرد. مقصد مسابقه جمهوریوی اوشو این معین کردن دسته منتخب جمهوری تاجیکستان برای اشتراک کردن در مسابقه های بیرون از تاجیکستان می باشد. اوشو این نوعی معمولی ورزشی خلق چین بوده در جمهوری تاجیکستان نیز به راه مانده شده است. برگزاری این نوع مسابقات برای رشد طرز حیاتی سالم و معرفی ورزشی تاجیکستان در عرصه بین الملل می باشد. گزارش سومن حمید و سید مختاری سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.